السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما گندم گفتم پاشیده بودم جال ساز کرده. یک وقت ما و شما بازی خوردیم علی گندم میک است. این خانه پری گندم جو برآمد، جو بده. خب خیر، جو هم نعمت پروردگار است. اگه جو نباشه این قصبا چی را بخوره؟ جو دیگه ایتی یک جو است فقط همین دندانای مرواری میگه، صدف میگه. اما تو مقبول جو است که گندم پیشش خجالت میخوره. گندم سیر 150 روپیه است، جو 240 روپیه است. فراموش نکنیم اینم تو دیقانی ها را به زور پروردگار بیاییم. این تو بچه خورچی و مرچی و ترورچی را کلش نشان بده. اینمی کارگر هاست که کار کرده رایست. اون رو تو اوفس است و خاکباد است. اینی کارگر هم دیگه اینجا کار کرده رایست. اینمی کارگر های مسکولش. قربانتان، اجازتان نبره با ما.